اگرچه به شهرکی نورافشان شهر اسفره که در آن بیش از 1460 نفر نمایندگان ملت‌های گوناگون، تاجیکان و ازبک‌ها، قرغزها و روس‌ها و تاتارها اهلانه زندگی به سر میبرند، در پی اندیشیدن چاره‌های مؤثر و ثمرآور از جانب راهبریت شهر و جماعت، ویروس کووید 19 راه یافته نتوانسته باشد هم، اما بیدادگری‌هایش در دیگر مناطق عالم مجرای معتدل حیات ساکنان آن را به طور نظررس خللدار نمود. مردم این شهر که اساساً رزق و روزی خود را از حساب فعالیت در کارخانه یگانه استحصالی جمعیت سهامی شکل کشاده چراغ و توسط پیشبرد شغل قالین بافی و چاره‌داری دریافت می‌کنند. بنابر در شرایط پاندمی دشوار شدن دریافت اشیاء خام به کارخانه چراغ و بسته شدن مرزها و محدود گردیدن امکانات صادرات قالین‌ها به خارج با مشکلات معین مواجه گردیدند. این تاثیر این بیماری به همه دنیا هم ضرر رساند، علاوه خصوص برای شرکی ما هم ضرر رساند که مردمی که من قرغز زبان‌ها هستند برای بافتن گلیم و قالین که اساسی محصولاتشون از قرغزستان میگرفتن پشم را و دیگر محصولاتشون را، این هم یک تاثیر رساند. حکومت شهر اسفره مخصوص کمک‌های پولی و مالی رساندن که برای زندگی مردم خوب کردن. از طرف جماعت باشد با عائله‌هایی که امروز محتاج بودن با خوراکی یک وقته با ارد و برنج و روغن و این برای کمک برای مردم امروزه. رئیس جماعت میگوید که خوشبختانه اکثریت ساکنان نورافشان با چاره‌داری نیز مشغولند و درآمد از این حساب خسارات سمت‌های دیگر را تا حدی جبران می‌کند. از این خاطر از جانب ساختارهای مربوطه دولتی برای فراهم آوردن شرایط‌های سازگار جهت پیشبرد ساحه چاره‌داری تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده شده‌اند. در شهرک نورافشان اساسی مردمی قرغز زبان هستند، ها با چاره‌داری یعنی با مال مایده بزرگ گوسفند پروری مشغول هستند. این برای همین ما در حدود جماعت شهرک نورافشان 12000 هکتار چراگاه داریم که مخصوص برای همین مردمی همین نورافشان مال مایده شونه برای نگهداری در تابستان. در این چراگاه ما هم مسئله آب و یگان کمبودی ندارد. کارمند جماعت نورافشان تردیگل عمربای و هم تا سرزنی پاندمی با قالین بافی مشغول بود و میگوید که از این حساب عائله او درآمدی خوب هم به دست می آورد. اما بسته شدن مرز با جمهوری قرغزستان که خریداران اساسی قالین‌هایش در آنجا بودند باعث بسته شدن راه رشد و رونق هنری او شده است. در شهرک ما همین ملت قرغزا زندگانی میکند. ما همین با مال پروری با قالین بافی مشغول می باشیم. قالین ما را به دیهای سمرقندک جمهوری قرغزستان برده می فروختیم. سال 2020 تمامی دنیا بیماری سرایتی کرونا ویروس پخش شده، راه ها محکم شد، قالین های تیار شده را حاضر به در یگان جای برده فروخته نتوانسته شدیم. تردیگل اساساً گلیم قاقمه می بافد. قاقمه گلیم قدیمی دستی بوده از پشم گوسفند آماده می شود. در نواحی جنوبی جمهوری قرغزستان و بین قرغزهای جمهوری تاجیکستان تا حال عنعنه به نفخانه‌داران تحفه نمودن گلیم های قاقمه زنده است. اما دوام 12 ساله آخر هنرمندان قاقمه باف در جمهوری قرغزستان و جمهوری تاجیکستان سال به سال کم می شوند. از این خاطر او در کورس کوتاه مدت آموزش قالین بافی که در دایره سالهای رشد دیهات، سیاحی و هنرهای مردمی در نزد ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی در شهر اسفره تشکیل کرده شده بود، جهت احیای این هنر ملی تحصیل نموده کسب قالین بافی را با تمام نازکی‌هایش از خود کرده است. در خانه با فرزندمان توی کنیم، یک تایی با ویها از قالینی خدا ما کرده گیره و تحفه میکنیم برای خاطره. اینا فایدهش به سلامتی انسان بی نهایت کلان است. این موی طبیعی گوسفند یگان محصولات سنی خوش نمی کنیم. این با şu posyolkamızda kurs açtık.
дар шаҳракамон курси омӯзиши қолинбофӣ кушодем ва ман ба 15 нафар бонувон сабақ гуфтам. дар қатори онҳо Турдигул Умарбоева низ буд. Азбаски ӯ шогирди хубест, алҳол дар хонааш қолин мебофад. бинобар паҳншавии бемории коронавирус корамо қатъ шудааст. маҳсулотамонро асосан дар Қирғизистон мефурӯхтем. 1 сол мешавад ки роҳҳо ба он ҷо бастаанд. насиб бошад ҳамин ки беморӣ нест шуд, барои идомаи корамон саъй хоҳем кард. давом иттиришга ҳаракат қиламиз. Турдигул тасмим гирифтааст дигар ашёи хомро барои қолинбофӣ харидорӣ накунад, зеро давоми 1 соли беъдодгариҳои пандемия аъзои оилаи ӯ дар равнақи шуғли чорводорӣ ва афзун намудани саршумори он комёб шудаанду акнун имконияте фароҳам омадааст то қолинҳои минбаъда аз пашми гӯсфандҳои худӣ бофта шаванд.